احتمال عموما نشناختن شما را داشت. احتمال بود که امروز من به جای شما شدم میتوانستم. در حقیقت تو با این سری به عقلت خود را اینجا تصور کرده میتوانی؟ با خدا که عقلی تو در جایش نیست. من به همه حادثه هایی که از سر گذراندم تقدیر گفته قبول کردم. خود را جبر دیده حساب نکردم و نمیکنم. بغیر از این تا امروز من با کمال یگان علاقه ناجا نکردم. من از او یگان چیز طلب نکردم. خودم کار کردم و زندگیم رو پیش بردم. آنقدر کاری بسیار دارم که برای گوش کردن ترجمه حالی تو وقت ندارم. شما دیروز عاید کشتن فرزند من سخن راندید. اون وقت شما نیلگون کهنه رو کشتید خانم سوزن. اگر نیلگون پیشینه می بودم حالا از حال شما غمگین می شدم. اما متاسفانه در نزد شما نیلگون پیشینه نیست. من با کمال عائله دار می شوم. بس است. تمام. بسیار لقیدی. خیلی دلگیر شدم. کارم بسیار است. بخیز. هرگز. اگر به فرزندان من یگان ضرر رسد جزایت را با دستان خودم می دهم. فهمیدی؟ این گفته هایم را هرگز فراموش نکن. روز بخیر خانم سوزن. ایسته مانه درایم اکا. انتظار شوید من حل میکنم. سرمو به بلا گرفتار میشوم. گپ را گوش کنید. وعده دادم که حل میکنم. میگویم دیگر راه نیست. چی شد؟ چرا آمدی؟ خانم عذر میخواهم. به اجازت ندارم. نگفته بودم. خانم مرد و قادر در خانه بودن. مرد در خانه بنزین ریخته آتش میزنم گفته است. چی؟ جناب کمال رفتن. من شما را نیز خبردار. مرد. قادر ماشین را تیار کنید. قادر سوزن خانم خوب هستی؟ دستتون رو دهید. دستتون رو دهید. دیر میکنیم. تاکسی نیست. مادر؟ در اینجا چی گپ؟ این چه احوال؟ یلدا مرد با بنزین اینجا آمد. خانه را آتش میزنه میگوید. شما چی ها میگویید؟ ایست با کجا میروی؟ بعدن اون بچه آمد. اون ایست در حجره است. قادر؟ ها اون. خدایا. ایست یلدا تو دیوانه شدی؟ با کجا میروی؟ باز خانه را آتش نزند. جناب کمال آمدن. حالا هر سه در اونجا هستند. ایست یگان چیز از تو قدرناکتر نیست پسرم. در این حیات یگان چیز از تو قیمتتر نیست. فهمیدی؟ من در بیماریت هم این مرگ رو چشیدم. من همه چیز رو طاقت کرده میتوانم. به همه مشکلی ها تاب میارم. اما داغ فرزند دیگر است. اگر تو غمگین شوی من دلریش میشم. اگر تو دلگیر شوی من میمیرم. به من داغ فرزند رو نصیب نگردان. با خدا که آتش زدنی بودم. در حقیقت آتش زدنی بودم پدر. تمام پسرم همش گذشت.
بیا رفتیم کمی در هوای تازه بنشینیم. رفتیم. قادر پسرم بیا. تو از پی پسرت شو رو. میلش این موضوع رو بعداً حل میکنیم، ولی بی تو از اینجا نمیبرایم. بیا. خیر تمام، شما روید، حالا میایم. چی کار کردم در؟ پسرم همش گذشت. خدایا هزار بار شکر. مرد پسرم خوب هستی؟ خانم آمینه به ما آب بیارید، ما در حولی. خوب شد از جناب. حاضر میارم. کمی هوای تازه گیر آرام میشه. خوب هستی قادر؟ خوبم. بایزاده امان سخت عصبی شده است، ما باشیم با او مشغولیم. لیمون پیمان یگون چیز. بیا من حالا میارم. اول به حولی برآمده کمی هوای تازه گیریم. پسری تو کثافت است. خدا میدوند که این دفعه باز چیکار کرده باشد. به خانم مرد بنزین پاشیده است. به فکرم درست نشنیده است. شاید پسرت سبب شده باشد. او به غیر از تهدید و نیرنگ چیزی را نمیداند. شما فراموش کردید که مرد به ادنه اومده جنگ کرده بود. گویا که با خواهش خودش رفته باشد. حیات پسرم را رسوا کرده. هنوز پورا شفا نیافته با چیکارها مشغول است. اگر به مرد یگان چیز شود من میدونم چیکار کنم. بس کنید، از برای خدا بس کنید. کمی بهتر شدی؟ عصب‌هایت آرام شدن؟ در حقیقت خانه را آتش زدنی بود. باز یگان خواهشی دیگر دارید جنابی کمال؟ نه تشکر آمینه. یلدو بسیار لقیدی دخترم. بیا رفتیم با من یاریده. دیگر نمیدونم که چطور خانه رو تازه کنی. خب مادر جان حاضر می آیم. زودتر گفتم. خب گفتم که مادر حاضر می آیم. انتظار می شوم، بسیار نیست. همراهی کی تو به اینجا آمدی؟ تنها آمدم. یگان کس اینجا بودن را میداند. باز خواطر نشوند. خواطر نمیشوند. گذرشین راست نیست. یگان چیز می نوشی؟ با تو چی بیارم؟ شربتی میوه. میلش. پسرم برخیز. اگر خواهی از خانه رویم در تنهایی صحبت میکنیم میشود؟ ترسیدید که پسر جونتون رو میسوزانم؟ نترسید، خلاص شدید. رفته دلبرداری کنید. برای آرام کردن مرد تو رو زدم گوید. روید. پسرم تو چقدر عذاب کشیده باشی قادر هم همان قدر عذاب کشیده است. این طور نگوی. روید با پسر جونتون مشغول شوید. مرا تنها گذارید. پسرم از تو التماس میکنم مرد. اگر به جای رفتن لازم باشد یک جای میرویم. فهمیدی؟